یک دوستی دیگر از اسمش رو نمیگیرم چون خیلی جرأت کرده است با اسم نامش از روسیه یک مهاجر مثل زنگ تلفنی کرده است و دوستا بعد نوشتن اینجا به من حداقل چنین گفتند ولی چرا اسمش رو گفته است شاید براش ضرر داشته باشد به این خاطر من اسمش رو نمیخوانم. گفته است که سلام و درود فرستاده است و گفته است یک گروه از مهاجرین در اینجا منتظر دستجمعانه منتظر این صحبت ها هستند سلام رساندند و اظهار آن کردن که هستند با پیمان و با نهضت و اما سوال دارم تا کی ما در اینجا در هجرت و در دور از وطن میگردیم و این حال تا کی. دوم سوالشون این که التماس برادر سلیمان دولت رو نصیحت کنه که دیگر حاجی میرزا رو هیچ چیز نگوید وگرنه لطمه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میزند. خب دوستی عزیزم اولش به همون سوال اولتون سلام ما رو به این مهاجرین برسونید. واقعا دلم براشون تنگ است چون من سالهای پیش همچون دپوتات همچون رئیس حزب از ولادیواستوک سر کرده یادم هست تا کالینینگراد تا سنت پترزبورگ میگشتیم و هفته ها ماه ها با مردم در همه جا یکاترینبورگ نوسیبیرسک خلاصه شهر بزرگ نمانده بود افق از آن که با مهاجرین ملاقات نکرده بودیم. دقیقاً اون کاری که الان ما میکردیم اون زمان ها بعد حکومت هم فهمید و این رو جمع کرد و خلاصه حالا خودشون هیئت دارن میفرستن با مردم همون کارها رو مثل همیشه همون کارها رو تکرار میکنن که مخالفین شروع میکنن. دقیقاً همون از اول میان مخالفی رو سرکوب میکنن میگن حرفای شما غلط نادرست بعد خودشون میان دقیقاً همون کارها رو میکنن که مخالفین 20 سال پیش 10 سال پیش 5 سال پیش گفتن یا کرده بودن مثل امام ابو حنیفه و مثل جشنهای دیگر و دیگرشون. ولی اون طبیعتشون است اول میان سرکوب میکنن اول میگن غلط کردید بعد خب همون کارهایی که من رفتم غلط بودن اینقدر سفیر تاجیکستان اون وقت دیگر کس بود این سفیر یک نامه دور به پرزیدنت و با پارلمان نوشت در ورزید من که این آمده است با مهاجرین صحبت میکند اجازه ندهید اگر که کار غلط بود چرا خودتون میرید پس کار درستی بود است فقط این حسد است این ناتوانی هست در سیاست که خودتون یک کار میکنید خود که دیگران نکنید. سلام ما رو به دوستان برسونید ان شاء الله روز فرا میرسد که باز با هم یا در روسیه یا در جای دیگر در وطن بهترش ملاقات خواهیم کرد. اما درباره برادر عزیزمون سلیمان گفتن که دیگر حاجی میرزا را هیچ نگوین. یک چیز به یادم اومد که برادر خیلی هم خوش سخن و جسورمون سلیمان که واقعا هم یک انسان خالص است و کمی احساساتی صحبت میکند. حالا نمیدونم من انصافا ندیدم شخصیت دیگری ملی مذهبی و واقعا هم ارزنده کشور حاجی میرزا رو چی گفته باشد. شما خواهش کنم که بعد بیارم ببینم. اما یک چیز مطمئنم باور دارم که اصلا از دایره آداب و از دایره شاید خدای نکرده تحقیر نکرده است و ثانیاً هیچ باور ندارم که حاجی میرزا را سخت‌تر از من گفته باشد سلیمان. همین برادر سلیمان اگر یک وقت دوستا با من چند تا ثبتشون اون سالهای پیشتر وقتی که همه دیگر برادران مخالف فقط سیاست تحقیر و توهین علیه من بود بعد گفتن که همین برادرم یک چیز شنیدم چند دقیقه خیلی تند و خیلی حتی از مرز تندی هم اون طرف گپای استفاده کرد. گفتن چی بگم گفتم هیچ چیز این برادر از دلسوزی بگد وقت نشون میداد باز ان شاء الله شاید ما هم کمبودی داریم خود را اصلاح میکنیم ولی فعلا هیچ چیز نگید. یعنی منظورم این است که حتما که حاجی میرزا رو از من سخت‌تر نگفته سلیمان. اما خواهش میکنم از آقای سلیمان هم اگرچه به عضو نهضت نیست ولی شاید که با اصطلاح هم پیمان یا اینکه هم فکری پیمان ملی هست یا نهضت هست اما این برادر عزیز تا حال عضویتش رو ندارد. ان شاء الله امید داریم که در آینده عضو خواهد شد و خواهش هم این است که نسبت شخصیت‌های دیگر بخصوص این بزرگوارانی که در داخل کشور هستند همه تنها سلیمان این پیام من به همه برادران هست که احتیاط کنید رعایت کنید احترام را. اونها در یک حالت دشوار قرار دارند تحت فشار هستند بالاخره اونها هم نفس دارن اونها هم منصب دارن داشتن یا میخوان داشته باشن فشار بالاشون است. وقتی میگن که نجات خود در همون است که علیه نهضت یا گروه 24 یا علیه کبیری حرف بگوی صحبت کنی بنده خدا اگر با همین تنقید من جان خودش رو بخرد و ریسک فرزنداش رو نجات بدهد خب دیگه اجازت بدیم این مقدار که همین کار انجام بدهد. البته من خواهش دارم از این بزرگواران
بیاید پیمان ملی و نهضت و گروه 24 و دیگر ساختارها رو مانید. هر چی گفتنی دارد علیه من بگید. حالا ما دیگر عادت کردیم از امام خطیب ها، زندانی ها، هر کسی هست در ویدیوتون اگر فکر کنید که این حرفاتون کمک میکند به شما که مثلا زندانی نشوید، از منصب نمونید، گفتن بگیرید. دیگر من این آمادگی را دارم، چون از این بیشتر دیگر زیر من هیچ گفته نمیشود. خب بالاخره هر چی که بود گفتم. خب دیگر انشاءالله که این صبر و تحمل رو داریم. اما خواهش من از دوستان همین است که نسبت این بزرگواران مراعات کنن. اینا ستون هستن، اینا واقعا زحمت کشیدن. اما یک خواهشم از این بزرگواران دارم. حالا شخصا به استاد حاجی میرزا نه احترام دارم، به همه بزرگواران. بله جایی هست که ما درد میکنیم، شما حرفایی میزنید، اما یک چیز رو انصاف میگن، یک چیز رو چارچوبی اخلاقی و ایمانی و عقیدتی میگن. خواهش من این است که از این چارچوب بیرون نروید. حالا درست مثلا فشار آوردن داریم بعضی بزرگواران دیگر که آشکار گفتن نه ما زیر اینا هیچ حرفی نمیزنیم، میپرونید، زندان میکنید. خب جای اونا کم نشد دیگر، هستن زندگی دارن. اما اگر بسیار مجبور هستید از همون معیار بیرون نروید. من وقتی که با مفتی جناب مفتی یا رئیس شورای علما در تهران در حاشیه همون کنفرانس ملاقات کردیم، سلام علیک کردیم، گفتم جناب مفتی من خواهشم این است چرا این حرفا را از منبر پیامبر اکرم صلوات الله علیه میزنید؟ خب منبر مقدس است، امر معروف کنید، گپ زنید، حتی زیر من یگان کمبودی باشد گپ زنید. اما خودتون میگید که اسلام رو از سیاست جدا کنید، بعد میاد کاملا منبر رو سیاسی میکنید، علیه یک حزب سیاسی موقع گیری میکنید، مثل که شما رئیس یک حزب سیاسی باشید. و از همه بدترش چرا دروغ میگید؟ گفت که وضعیت ما رو خوب درک کنید شما و ما در چه شرایطی، ما در چه وضعیتی، خب دیگر خودتون میفهمید. بعد گفتم میفهمم، شما خب تا یه حد میفهمم اما دروغ رو نمیفهمم. گفت خب دیگر تمام. اما رفت چند هفته نگذشت باز همون کبیری در فلان جا ویلا دارد، در فلان جا در استانبول فلان چیزو. خب جا نشانته، خب ویلا دارم چیزی دارم، خب نباید تو این حد رفت. یعنی حالا من این را همچون مثال میارم که دیگر بزرگواران درک کنن که بله ما شما را میفهمیم، حس میکنیم چی فشار است. تنها شما نه، ملت تاجیک 9 میلیون تحت فشار است، زنها مادران هر روز برده آورده شدن. شما که یگان چیز زیادتی نداره، خب تحمل کرده. دیگر این سنت پیامبر است، پیامبران بزرگ رفتن زندانی شدن، اذیت کشیدن. شما خودتون کو پیروی پیامبران میدونید. امام اعظم که خود را پیروی امام اعظم میدونید از طرف حاکم زمان زندانی شد. خب شما که خود را حنفی میدونید، ماها را برآوردید از حنفیت، حالا کیم چه حساب میکنید، گاه شیعه و گاه سلفی و گاه داعشی و اینا. حالا شما حنفی، خب حداقل مثل ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل کنید. چیکار کردن وقتی که حاکم آمد؟ حاکم مسلمان بود، حاکم نماز میخواند، دلیل داشت با خودش، اما گفت نه این کاری تو خلاف شریعت است، من این رو قبول نمیکنم. مفتی قبول نکرد مفتی شود، گفت تو مرا مجبور میکنی یا فتوی دیدم که علیه یک مسلمان باشد، علیه دین باشد. زندانش کرد، بالاخره در زندانم کشته شد. خب حداقل از ابو حنیفه پیروی کنید. اما متاسفانه نه از ابو حنیفه پیروی دارید، نه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه پیروی دارید، نه از بزرگان دیگر ملت از دین پیروی میکنید. فقط حرفتون همی که کبیری شیعه شد، نهضت شیعه هست، گاه سلفی هست، گاه داعشی هست، گاه این است. خب خوب نیست. و این جوانان هم بعد مجبور میشوند گاه دیگر چیکار کنن؟ این جوانی که دلش به ملتش میسوزد، به دینش میسوزد، خب من صبر دارم، احتیاط میکنم، رعایت میکنم. خب این جوانا هستن، اینا شما رو همچون پیشوا میدونن، شما رو همچون شخص معتبر میدونن. دیروز یک حرف میزدی، امروز یک حرف دیگر. خب دیگر وقتی که گفته دیگر اینا میگن. اما بازم از برادرمون سلیمان از دیگر دوستان خواهش میکنم که در مناسبت با این بزرگواران احتیاط کنن، با ادبانه رفتار کنن که انشالله همینطور خواهد بود. حالا از استودیو باز یک سوال فرستادن، چون این سوال هایی که دیروز و پریروز آمده بود، این سوال هایی که از استودیو میاد مثل که آنلاین مستقیم به استودیو میفرستن. آقای امانزاده غفور چرا بیدن که شما در اروپا میگذرانید از حسابی کی گذرانده میشود وقتی که همه اعضایان شما با کمک پولی روز میبرند؟ بسیار سوال خوب است. اتفاقا همین سوال در یک سوال یک نفر دیگر هم
بود، البته با کمتر معنای دیگر. اون کس گفته است که شما بگویید که مبلغ گذار شما جمهوری اسلامی ایران هست یا نیست. من با اجازه چون وقت کوتاه شود این چند سوال هایی که مانند هستند به هم یک جا میکنم، یک جواب میگم، شاید که در اون وقت بعد دیگر این سوال رو تکرار نکنیم. من مبلغ گذار اساسی نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان و این چاره‌بینی های ما، میخواید من سیر آشکار کنم کی است؟ حکومت جمهوری تاجیکستان. آشکار. نه ایران است، نه پاکستان است، نه امریکا است، نه آلمان هست، نه حالا کسی دیگر هست. حکومت جمهوری تاجیکستان است. چگونه مبلغ گذاری میکنه؟ خیلی عادی ساده. شما که علیه مردم ظلم میکنید، علیه نهضت ظلم میکنید، علیه پیمان و انجمن و علیه گروه 24 ظلم میکنید، مردم، نه تنها مردم، بسیاری از سازمان ها، بسیار از کسانی که واقعا میخوان تاجیکستان یک تاجیکستان آباد و زیبا و مستقل باشد که در آن هیچ کس اذیت نشود، اینا میان ما را کمک میکنن. مردم هم کمک میکنن. بله کمک پولی میگیرن. خدا خیر بتد کشورهای اروپایی را و اینا کمک پولی میکنن. این بیچاره از حساب یعنی همون کمک پولی خودشون، اونایی که در اروپا هستن کمک میکنن. مثلا حاضر ما باز چاره‌بینی داریم، در پیش اعلان کردیم دوستان رو که برادران ما زیاد در یک سال بسیار داشته باشیم 3 4 حد اکثرش 5 چاره‌بینی داریم که نیاز به مبلغ داریم. خب جمع کنید دیگر 5 یورو 6 یورو هر کس چی مقداری داره. اما دیگر تاجیکان که در فقط در اروپا نیستن، در روسیه هستن، در ترکیه هستن، در سراسر جهان هستن، در امریکا هستن، اونا هم ننگ دارن، ناموس دارن. خب شما البته ما نمیخواهیم که شما بالای مردم ظلم کنید، ستم کنید، اما بدانید اون مقداری که شما تا کدام روزی که این سیاست رو دوام بدهید، مطمئن باشید که حرکت های اپوزیسیونی در خارج کشور مبلغ خواهند یافت، مردم کمک خواهد کرد، در آینده بیشتر خواهد شد و نتیجهش رو انشاءالله خودتون هم خواهید دید. خب یک دوست دیگرمون سوال داده است، امیرخان کمالوف گفته است که چند سوال است، کوتاه دست در نکند. گفته شما که رئیس پیمان ملی شده، در آینده تقدیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چی می شود؟ آیا منبع با مردم روبرو صحبت کردن نیت دارید؟ آیا در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شخص را تیار کردید که بتواند جایگزین شما باشد؟ خیلی مختصر دوستی عزیزم امیرخان، تقدیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همون طوری که بود هست. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خدا را شکر بعد از اون که به عضویت پیمان قبول شد، قوی‌تر شد، کارش فعالیتش بهتر شد و نه تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، من باور دارم که انجمن آزاداندیشان هم بعد از پیمان قوی‌تر شد، انجمن مهاجرین آسیای مرکزی، حرکت اصلاحات اقتصادی تاجیکستان. چرا؟ برای اینکه ما در پهلویمان، در کنارمان باز برادران دیگر را داریم، حس میکنیم. نهضت اسلامی تاجیکستان با آمدن این گروه ها در پهلوی ما در یک زیر چتر پیمان ما قوی‌تر شدیم. همچنین باور دارم که انجمن آزاداندیشان تاجیکستان قوی‌تر شد از آنکه نهضت اسلامی تاجیکستان ما در کنار آنها قرار گرفت و دیگر دوستانمان که در اینجا هستند. بنابراین شما نگران تقدیر حزب نباشید. حزب فعالیتش را همون طوری که هست باز قوی‌تر ادامه خواهد داد. بالاخره پیمان معنا ندارد که دیگر حزب و حرکت ها از بین بروند یا فعالیت خود را قطع کنند. نه، این ائتلاف پیمان معنی دارد که در اینجا چند حزب و حرکتی مستقل هست و اینها حتما در آینده فعالیت بهتر خواهند داشت. بله ما صحبت های روبروی مردمی را ادامه خواهیم داد. من حالا نمیگم که این هفته‌ای میشد، مثلا 10 روز یک بار میشد، اما مطمئن باشید که در یک ماه دیر شاید 2 بار ما این کار انجام دهیم. روز و ساعتش رو نوبتی رو بعدا اعلان خواهیم کرد، چون خیلی سوال ها زیاد است، دقیق که در این صحبت هم رو جواب نخواهیم گفت. اون که درباره آیا کسی دیگر تیار است، ببینید بله ما داریم تیار میکنیم. برای انجمن حزب در ماه سپتامبر 2015 ما چند نفر آماده کرده بودیم، 5-6 نفر از برادران حزبی این امکانیت و صلاحیت رو داشتن که رئیس حزب باشن و فکر داشتیم که یکی از معاونین یا یکی از برادران بیاد به مسئولیت حزب، چون که من خودم شخصا طرفدار بودم و میمونم حالا هم که
نه تنها در حکومت بلکه در حزب‌های سیاسی هم این تغییریابی‌ها باید همیشه باشد، چون بالاخره به کرختی آورده میرساند. اما حزب سیاسی همیشه از حکومت فرق میکند. در یک حزب سیاسی چون اونجا همفکرا هستند، مثلا در شرکت خصوصی، در یک کارخانه، در یک حزب سیاسی، این وابسته به رأی همون مردم هست. مثلا در همین آلمان خانم مرکل 16 سال بود به فکرم، یا کمتر زیادتر یادم نیست، حداقل اون گلموت کول 16 سال بود، ولی این خانم چند سال بود، چند دوره رئیس حزب بود، ولی اخیرا خودش رفت. خیلی اشکار راحت و من خیلی خوش اومد این کارش. و همون مثل که من 2 مرتبه استعفا دادم. اگر این شرایط استثنایی و اضطراری نمی بود، دقیقاً شما مطمئن باشید که حتما مسئولیت حزب را یک کسی دیگر میگرفت. اما یک حالت خاص پیش اومد که چند مدت دیگر ما مسئولیت و وظیفه خود دانستیم. الان هم داریم اون برادران تیار کرده ما متاسفانه همش زندانی شدند. خیلی هر کدوم اونا میتونست رئیس یک حزب باشد، اما الان داریم در این مدت باز کسان دیگر رو آماده کنیم که انشالله به زودی مسئولیت رو خواهند گرفت. خب یک دوست دیگرمان با نام سلمان سلطان سوال داده است که درباره انتخابات های 2020 درباره اشتراک کردن رحمان. دوستی عزیزم، اگر شما راضی باشید، چون مسئله خیلی مسئله سیاسی هست و مربوط به دیگر موضوع هست، من یک صحبت خاص رو هم به پیمان در آینده خواهم کرد و هم به حزب نهضت و شاید که در موضوع انتخابات هم یک صحبت میکنیم. و اگر شما اجازت بدید، حالا فعلا من این سوال شما رو به وقت دیگر خواهم گذاشت. یکی از دوستان دیگر با نام همچنین امیر قیوموف سوال دادند. سوال‌های این دوست رو هم و اینچنین سوال‌های دوستمون سعید سفروف رو هم به وقت دیگر میگذارم، چون در یک موضوع پی هم صحبت کردن شاید که کمی برای مردم خسته کننده باشد.